موسیفید در دهات زندگی میکرد. هر صبح بر وقت راه پیش میگیرید جانب مسجد. روزی از روزها صبح بر وقت بیدار شد و راه پیش گرفت جانب مسجد برای ادای نماز بامداد. تصادفاً جایی که آب و خواب آمیخته شده بود پیش پا خورد و به زمین افتاد. برگشت ناچار به سوی خانه‌اش، اما نه برای قطع نماز بلکه برای تغییر لباسش. و چون لباسش پاکیزه گشت و تغییر نمود آن را، بعداً بازگشت جانب مسجد و راه پیش گرفت. تصادفاً همان جایی که افتاده بود باز افتید و باز برگشت جانب خانه‌اش. این دفعه بعد تغییر لباس چون از خانه‌اش به در آمد، دید جوان خوش صورت در نزد در با چراغ انتظار است. با هم صحبت کنان به مسجد رسیدند. هنگامی که به مسجد رسیدند، موسیفید گفت: ای جوان خوب، اکنون که به مسجد خدا رسیدیم بیا ادای نماز کنیم. جوان گفت: من اجازتی به این مسجد در آمدن را ندارم. موسیفید حیران شده پرسید: برای چی؟ جوان گفت: من ابلیسم و اجازتی داخل شدن به مسجد را ندارم. هنگامی که تو بار اول به زمین افتادی، خداوند به فرشتگان گفت من تمام گناهان او را بخشیدم. و هنگامی که بار دوم افتادی و از نماز روی نگرداندی، خداوند گفت من تمام گناهان اهل آیله او را بخشیدم. و من ترسیدم اگر بار سوم بیفته، خداوند تمام گناهان اهل دهه را ببخشد و همه کوشش هایی که من بهر گمراه ساختن آنها میکردم برباد برود. و از همین سبب چراغ گرفتم تا تو را صاف و سلامت به مسجد برسانم.